و در جلوی همه ما گزینه 0 رو میبینید و هیچ ارتفاعی رو دیگه برای نقاط یا جانکشن هامون نداریم و همین شکل هم میتونید در صفحه نمایش ببینید همه ارتفاعمون 0 شدن و در حقیقت دیگه جانکشن های ما ارتفاعی رو ندارن. میریم سراغ گزینه تیرکس و در اینجا حالا فرقی نمیکنه ما DXF پوینت یا DXF کنتور رو بیاریم، چون ما از کل منطقه‌مون اومدیم یه فایل DXF ساختیم دیگه زیاد تفاوتی نمیکنه. من اینجا گزینه DXF کنتور رو فعال میکنم. در بخش Elevation Database به ما میگه که اون فایل DXFی که ساخته شدید کجا ذخیره شده و من میرم از همون قسمت اون فایل رو فراخوانی میکنم. در بخش Select Elevation Field میگه در حقیقت اون فیلد یا اون لایه‌ای که ارتفاع دار هستش رو به من معرفی کنید که در حقیقت همون ارتفاعی ما در فیلد Elevation نشستن و واحدهای XYZ و در حقیقت نقاط سه بعدی ما هم که در حقیقت متر بودن و واحد ما متریک هستش. الباقی گزینه ها رو هم پیش‌فرض خود نرم افزار قبول میکنیم و به اونها رو دستکاری نمی کنیم و مرحله بعد next رو داریم که در حقیقت شروع میکنه به جانکشن ها یا گره های ما ارتفاع رو دادن. همونطور که ملاحظه میکنید تمامی جانکشن های ما به صورت خودکار ارتفاع دار شدند و من در اینجا گزینه فینیش رو میزنم و در حقیقت قبول کردیم که نرم افزار داده ها رو وارد کرد. حالا برای نمونه من یکیشون رو چک میکنم، همین رو که روی خط ترازی افتاده بود اگه پیدا کنم ارتفاع همون رو چک میکنیم و در حقیقت میسنجیم که دقت به چه شکلی هستش. اینجا الان روی خط تراز 15 قرار گرفته و به تبع باید ارتفاعی نزدیک به اون رو داشته باشیم که می دقیقاً 15 رو گرفته. یا در نقاطی که بینابین هستش الان اینجا ما ارتفاع 15.23 و ارتفاع 15.24 یعنی چیزی حدود 23.5 باید گرفته باشه که میبینید به صورت خودکار 23.5 رو وارد کرده. یا بینابین‌های دیگه الان اینجا نزدیک خط تراز 15.08 هستش که میبینید ارتفاع 15.08 رو هم گرفته. بنابراین تمامی نقاط ما به صورت خودکار ارتفاع دار شدن و اونها رو در این قسمت ملاحظه میکنیم. روش سوم در حقیقت برای ارتفاع دار کردن که آموزش خواهیم داد استفاده از شیپ فایل هستش که ما در حقیقت می‌ریم از این منطقه مورد نظر که نقشه برداری شده یک شیپ فایل می‌سازیم که این کار رو هم با استفاده از نرم افزار ArcGIS انجام میدیم. چون از این فایل من استفاده می‌کنم خب اینو باید ببندم مجدد. در اینجا ما برنامه ArcGIS رو باز می‌کنیم و در حقیقت نقشه مورد نظرمون رو اینجا باز خواهیم کرد که من اون رو از مسیر مورد نظرش فراخوانی میکنم نقشه رو که به هر حال نقشه برداری شده و در حقیقت ما داریم. نکته‌ای که در اینجا باید شما در نظر بگیرید این هستش که در حقیقت ما شیپ فایل رو که میسازیم و شیپ فایلی که ساخته میشود حتما از همونطور که قبلا گفتم باید حتما از نقاط سه بعدی باشه، یعنی خود پوینت هایی که شما دارید حتما باید دارای گزینه ارتفاعی باشه. در این بخش همونطور که میبینید من همونطور که گفتم در قسمت پوینت هامون هستش که به این شکل هستش و من پوینت رو انتخاب میکنم پوینت رو که
انتخاب میکنم و از اون یک دونه شیپ فایل میسازم. همونطور که میبینید من بعد از اینکه پوینت رو انتخاب کردم رو اون راست کلیک کرده و گزینه اوپن اتریبیوت رو انتخاب میکنم. سپس به منوی آپشن رفته و سلکت بای اتریبیوت رو هم اینجا. از اونجایی که پوینت های من در لایه پوینت هستن میام اون رو انتخاب میکنم، یعنی در حقیقت فقط همون پوینت ها رو برمیدارم و از اونها برای خودم یک دونه شیپ فایل میسازم. اینجا ایراد پیدا کرد، من دوباره نقشه رو باز میکنم. دوباره نقشه رو من باز کردم و گزینه پوینت رو انتخاب میکنیم و اپلای و در اینجا هم قسمت سلکت. همونطوری که مشاهده میکنید الان پوینت های من در حقیقت انتخاب شدن و سپس برای شیپ فایل درست کردن دوباره روی همونها راست کلیک و گزینه دیتا و اکسپورت دیتا رو انتخاب میکنم. اینجا هم برای اکسپورت گرفتن گفتیم همین دادایی رو که من انتخاب کردم برای من اکسپورت کن و در اینجا هم محل سیو اونها رو مشخص میکنیم که دوباره اینها رو هم به اسم پوینت 3D سیو میکنم و همونطور که میبینید شیپ فایل من از این پوینت ها در اینجا ساخته شد. کار ما دیگه با برنامه ArcGIS در حقیقت در اینجا هم تموم میشه و شیپ فایل ما تهیه شده و در این قسمت من دوباره برای این کار برنامه واتر جیمز رو و همون فایلمون رو باز میکنیم که در حقیقت در اینجا هم روش سوم رو هم به پایان برسونیم. در حقیقت این ارتفاع دار کردن حالا با هر کدوم از این روش ها که شما برای شما راحت تر هستش انجامش، حالا دوست ندارید با ArcGIS کار کنید و
به هر حال کار کردن با اون سخت هست برای شما، میتونید همون روش دوم و